به نام خدا، سلام و درود خدمت همه شما دوستای عزیز و نازنین. من انجینر نظری با جلسه سوم از فصل هفتم در خدمت شما عزیزان هستم. خب دوستای عزیز، در جلسه قبل در رابطه با چی موضوعاتی ما صحبت کردیم؟ یادتان هست؟ ما در رابطه با فشار مایع، فشار اتمسفیر، فشار مطلق و فشار در مایعات محصور شده با هم دیگه صحبت کردیم. امروز قصد داریم در رابطه با 4 موضوع صحبت کنیم. موضوع اول در رابطه با قانون پاسکال، موضوع دوم شکنجه آبی، موضوع سوم قوه شناوری و موضوع چهارم هم قانون ارشمیدس. و چون امروز فصل ما تمام میشه، یک خلاصه از فصل هم در آخر کار به شما عزیزان بیان میکنیم. قبل از اینکه وارد درس شویم، یک مثال حل میکنیم دوستای عزیز برای یادآوری مطالب جلسه قبل. خب به این مثال دقت کنید تا مطالب جلسه قبل یک یادآوری برای ما شود. گفته فشار وارد بر کف یک بحیره 2.4 ضرب در 10 به توان 5 پاسکال و فشار اتمسفیر در این محل 9 ضرب در 10 به توان 4 پاسکال می باشد. اگر کثافت آب 1000 کیلوگرم بر متر مکعب باشد، عمق این بحیره چقدره؟ خب دوستان عزیز، در رابطه با فشار مطلق خدمت شما عزیزان عرض کردیم. فرمول فشار مطلق چی بود؟ کمک کنید که من این فرمول بنویسم. P فشار مطلق برابر بود با فشار اتمسفیر یعنی P0 جمع فشار مایع که برابر بود با رو ضرب در G ضرب در H. درسته؟ خب با یک رنگ دیگه ادامه بدیم. فشار کل ما یا فشار مطلق به ما داده چقدر؟ 2.4 ضرب در 10 به توان 5 پاسکال. این فشار کله. پس به جای پی قرار میدیم 2.4 ضرب در 10 به توان 5 پاسکال مساوی میشه با پی صفر یا فشار اتمسفیر به ما چقدر داده دوستای عزیز؟ 9 ضرب در 10 به توان 4. پس 9 ضرب در 10 به توان 4 جمع رو چی بود؟ کثافت بود دیگه. کثافت آب چقدر؟ 1000 کیلوگرم بر متر مکعب ضرب در جی چیه؟ شتاب جاذبه دیگه. درسته؟ شتاب جاذبه هم برابر با 10 ضرب در اچ هم که از ما خواسته باید حساب کنیم. گفته عمق چقدر دیگه. خب از این رابطه دوستای عزیز 2.4 ضرب در 10 به توان 5. اگه شما این عبارت 9 ضرب در 10 به توان 4 به این سمت تساوی انتقال بدین، علامت چه عوض میشه؟ میشه منفیه. 0.9 ضرب در 10 به توان 5. یک توان به 10 اضافه مونیم و 9 اشاری هم میدیم. چرا این کار میکنیم؟ چون هر دو طرف توان ما 10 به توان 5 شود، ما به راحتی بتونیم محاسبه خودمان انجام بدیم. مساوی میشه با 1000 ضرب در 10 برابر میشه با 10 به توان 4 H. خب از این رابطه دوستای عزیز H مساوی میشه با 2.4 منفی 0.9 برابر میشه با 1.5 ضرب در 10 به توان 5 تقسیم بر ضریب H چقدر؟ 10 به توان 4 دیگه. مساوی میشه با H شما برابر میشه با دوستای عزیز 15 متر. 15 متر. این سوال یک مروری بود بر جلسه قبل دوستای عزیز. خب بریم سراغ درس. اولین درس در رابطه با قانون پاسکال. قانون پاسکال چی میگه؟ میگه اگر شما بر یک مایع فشار وارد کنید، این مایع این فشار وارد شده را به تمام قسمت ها انتقال میده. یعنی تمام قسمت هایی که با این مایع در ارتباط هستن این فشار را دریافت میکنن، مثل کف ظرف، مثل دیواره های ظرف فشار را دریافت میکنن. از قانون پاسکال برای ساخت بریک های موتور استفاده میشه. برای ساخت خمیردندان از این قانون پاسکال استفاده میشه. وقتی شما این تیوب خمیردندان فشار میدین، این در واقع از قانون پاسکال پیروی میکنه و این مایع داخل خمیردندان با اثر فشار شما چی؟ بیرون میاد.
از یکی از کاربردهای دیگه قانون پاسکال دوستای عزیز در ساخت شکنجه‌های آبیه. کلا در ساخت شکنجه‌های آبی از دو خاصیت مایع استفاده میشه. اولین خاصیت تراکم ناپذیری مایع. خب خاصیت تراکم ناپذیر مایع یعنی چی؟ یعنی وقتی شما به یک مایع فشار وارد میکنید حجم این مایع تغییری نمونه. دومین خاصیت همین خاصیت اصل پاسکاله که وقتی شما به یک مایع فشار وارد میکنید این مایع فشار را به تمام نقاطی که با مایع در تماس هستن چی منتقل میکنه. پس شکنجه آبی بر اساس این دو خاصیت ماده مایع ساخته میشه. خب بیشتر بررسی کنیم شکنجه آبی را دوستای عزیز. میگیم که سمت راست ما شکل متحرکه، سمت چپ شکل ساکنه. خب من روی شکل ساکن توضیح میدم، شما شکل متحرک هم نگاه کنین که مفهوم در ذهن شما جا بیفته. میگیم که شکنجه آبی از دو پستون تشکیل شده. پستون کوچک این برابر میشه با پستون کوچکی ما با سطح مقطع A1 و سمت راست ما پستون بزرگه، پستون بزرگ با سطح مقطع A2. خوب توجه کنید وقتی که ما به پستون کوچک قوه F1 به طور عمود وارد میکنیم طبق فرمول P مساوی میشه با F تقسیم بر A یک فشاری به این پستون شما دوستان عزیز وارد میشه. این پستون فشار وارده را طبق اصل پاسکال به این مایع زیر خود چه منتقل میکنه. درسته؟ پس به تمام قسمت هایی که با مایع در تماس هستن فشار وارد میشه از جمله پستون بزرگ. نگاه کنید ما دو نقطه 1 و 2 را روی شکل نشان دادیم. دو نقطه 1 و 2 به عنوان نقاط همتراز یا هم عمق انتخاب کنیم. درسته؟ خب در نقاط همتراز یا هم عمق چه اتفاق می افتاد؟ فشار برابر بود، پس P1 مساوی بود با P2. روی شکل نشان دادیم نقاط 1 و 2 را دیگه. خب در نتیجه به جای P1 شما طبق رابطه P مساوی میشه با F تقسیم بر A. به جای P1 شما دوستان عزیز میتونید بنویسین F1 تقسیم بر A1 و به جای P2 میتونید بنویسین F2 تقسیم بر A2. اگه رابطه رو مرتب کنین F1 تقسیم بر F2 مساوی میشه با A1 تقسیم بر A2. این رابطه رو به یاد داشته باشین. این رابطه چی میگن؟ میگن نسبت قوه های وارد بر پیستون ها برابر با نسبت سطح مقطع اینها. F1 قوه وارد بر پیستون کوچک، F2 قوه وارد بر پیستون بزرگ، A1 سطح مقطع پیستون کوچک و A2 هم سطح مقطع پیستون بزرگ ما بود. خب یک نکته دیگه هم میخوام خدمت شما عزیزان عرض کنم. این اسمش رو میذاریم رابطه 1. یک خاصیت مایع که گفتیم مایع ها چی هن؟ تراکم ناپذیرن. درسته؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی فشار بر این مایع وارد میشه حجم مایع تغییری پیدا نمونه. در نتیجه V1 مساوی میشه با V2. حجم تغییر نمونه. درسته؟ خب پیستون شما، شکل پیستون شما چیه؟ پیستون ها به صورت استوانه شکل ساخته میشن. پس حجم این استوانه چه رقم حساب میشه؟ A ضرب در H، یعنی مساحت سطح مقطع ضرب در ارتفاع. در نتیجه به جای V1 شما قرار میدین A1 H1 درسته؟ مساوی میشه با A2 H2. خب از این رابطه دوستان عزیز A1 بر A2 مساوی میشه با H2 تقسیم بر H1. اسم از این را میذاریم رابطه 2. درسته؟ اگر شما رابطه 2 را در رابطه 1 جایگذاری کنید دوستان عزیز چه اتفاقی میفته؟ یعنی به جای A1 تقسیم بر A2 قرار بدین H2 تقسیم بر H1. در نتیجه یک رابطه جدید هم میتونیم بنویسیم. بگیم که F1 بر F2 مساوی میشه با H2 تقسیم بر H1. یه هم یک رابطه دیگه. درست شد؟ پس ما در قسمت مسائل شکنجه آبی از رابطه 1 و 3 استفاده کنیم تا مسائل خودمان حل کنیم. خب یک مثال ببینیم دوستا.
گفته قطر پستون بزرگ یک شکنجه آبی 5 متر و قطر پستون کوچک 10 سانتی متر است. حداقل قوه لازم برای بالا بردن موتری به کتله 1000 کیلوگرم چند نیوتنه؟ خب به شک نگاه کنید دوستان عزیز. میگیم که قطر پستون بزرگ یعنی دی دوره و ما داده 5 متر. قطر پستون کوچک یعنی دی یکه و ما چقدر داده؟ 10 سانتی متر که میشه 0.1 متر. درسته؟ خب حداقل قوه لازم برای بالا بردن موتری به کتله 1000 کیلوگرم. کتله موتر هم داده به ما 1000 کیلوگرم. قوه وزن از این میشه mg مساوی میشه با 1000 ضرب در 10 برابر میشه با 10 و توان 4 نیوتن. درست شد؟ که mg ما برابر با F2 دیگه قبول دارین؟ یعنی پستون کوچک F1 وارد میشد بر پستون بزرگ هم F2. خب روی پستون بزرگ ما موتر قرار گرفته. قوه F2 چیه؟ قوه وزن موتر میشه برابر میشه با mg 10 به توان 4. فرمول می‌نویسیم دوستان عزیز. با یک رنگ دیگه بنویسیم برای شما. میگیم که F1 بر F2 مساوی با A1 تقسیم بر A2. در نتیجه F1 مجهول باید حساب شود تقسیم بر F2 برابر شد با mg مساوی میشه با A1. A1 میشه مساحت پستون کوچکتر ما. پستون کوچک گفتیم شکل استوانه دیگه. مساحت استوانه چی میشه؟ پای R2 دیگه. پس به جای A1 قرار میدیم پای R1 به توان 2. به جای A2 هم قرار میدیم پای R2 به توان 2. در نتیجه خب دوستان عزیز شما این پای را از صورت و مخرج خط بزنید. درسته؟ در نتیجه F1 تقسیم بر mg مساوی میشه با R1 تقسیم بر R2 و توان 2. درست شد؟ خب یک نکته دیگه میخوام خدمت شما عرض کنم. نکته ایه که دوستان عزیز نسبت این بر بنویسیم با یک رنگ دیگه هم بنویسیم که شما متوجه شوید قاطی نکنید. خب میگیم که R1 بر R2 یعنی چی؟ یعنی نسبت شعاع به هم دیگه برابر با D1 بر D2. نسبت قطرها بر هم دیگه. درسته؟ پس نسبت شعاع به هم دیگه برابر با نسبت قطر به هم دیگه. پس ما به جای R1 بر R2 هم میتونیم D1 بر D2 رو بنویسیم که دیگه نخواد قطر به شعاع تبدیل کنیم. پس در نتیجه ادامه میدیم دوستان عزیز. میگیم که F1 بر mg مساوی میشه با به جای R1 بر R2 قرار میدیم D1 بر D2 به توان 2. در نتیجه F1 mg چقدر شد؟ 10 به توان 4 شد مساوی میشه با D1 بر D2. D1 ما چقدر دوستان عزیز؟ 0.1. D2 چقدر؟ 5 متر. این به توان 2. اگه شما ضرب و تقسیم انجام بدین دوستان عزیز F1 شما برابر میشه با 4 نیوتن. پس بر پستون کوچک اگر شما قوه 4 نیوتن وارد کنید میتونید موتری به کتله 1000 کیلوگرم چی بالا کنید. این خاصیت شکنجه آبیه. یعنی شکنجه آبی در واقع به این خاطر ساخته میشه که شما با وارد کردن یک قوه بسیار کم بتونید اجسام سنگینه بلند کنید. خب درس بعدی ما در رابطه با قوه شناوریه. وقتی که شما وارد حوض آب بازی میشید و قصد دارید که به عمق آب برید، یک قوه از طرف پایین به شما وارد میشه. این رو شما احساس میکنید. اگه شما به حوض آب بازی رفته باشین این قوه رو شما احساس میکنید دیگه. یک قوه از پایین به سمت بالا به شما وارد میشه و این میگن قوه شناوری. پس به جسم‌های درون یک سیال قوه‌ای به سمت بالا وارد میشه و این میگن قوه شناوری. حالی علت ایجاد از این قوه شناوری دوستان عزیز چیه؟ گفتیم که فشار مایع به چه عواملی بستگی داشت؟ طبق فرمول P مساوی بود با رو ضرب در G ضرب در H به چه مواردی بستگی داشت؟ فشار مایع به کثافت مایع، شتاب جاذبه و ارتفاع بستگی داشت. درسته؟ خب
وقتی که شما یک جسم داخل یک سیال قرار میدین، مثلا داخل یک آب قرار میدین، این جسم شما ارتفاع داره دیگه، درسته؟ به شکل نگاه کنید، این جسم شما یک ارتفاع داره، ارتفاع h. گفتیم که هر چی داخل مایع عمق بیشتر شوه، ارتفاع بیشتر شوه، فشار هم بیشتر میشه. در نتیجه در یک قسمت های پایینی فشار بیشتر وارد میشه، فشار بیشتر. و به یک قسمت های بالایی فشار کمتر وارد میشه، درسته؟ فشار کمتر. علت ایجاد قوه شناوری دوستان عزیز چیه؟ همین اختلاف فشار بین پایین و بالای جسمه. خب بریم با هم دیگه فرمول محاسبه قوه شناوری را با هم دیگه به دست بیاریم. خب نگاه کنیم به شکل. ما یک جسم مکعب شکل داخل یک سیال قرار دادیم، مثلا داخل آب قرار دادیم. در درس‌های گذشته گفتیم که وقتی یک جسم داخل یک سیال قرار میدیم، از طرف سیال به این جسم ما از هر طرف به طور عمود قوه وارد میشن. نگاه کنید، قوه F1، F2، F3 و F4 از هر طرف به طور عمود بر جسم ما دوستان عزیز چی وارد شده. خب قوه F3 و F4 همدیگر خنثی مونن. چرا خنثی مونن؟ چون که در یک عمق قرار دارن، در یک تراز قرار دارن دیگه، درسته؟ محصله اینها صفر میشه. اما قوه F1 و F2 هم دیگر خنثی نمونن. چرا؟ چون گفتیم که هرچی عمق بیشتر شوه، درسته، فشار هم بیشتر میشه. پس در نتیجه F2 شما دوستان عزیز اینجا بیشتر از F1، پس محصله اینها صفر نیه. میگیم که قوه شناوری با FB نمایش میدیم، مساوی میشه با تفاضل F2 منفی F1، درسته؟ خب طبق فرمول P مساوی میشه با F تقسیم بر A. به جای F2 دوستان عزیز شما میتونید چه قرار بدین؟ P2 ضرب در A منفی. به جای F1 میتونید چه قرار بدین؟ P1 ضرب در A. A ثابته، یعنی مساحت جسم شما که تغییر نمیکنه، فقط فشار تغییر میکنه. در نتیجه ما اگه از A فاکتور بگیریم دوستان عزیز میشه P2 منفی P1، درسته؟ خب پس FB یا قوه شناوری شما برابر میشه با P2 منفی P1 دوستان عزیز برابر با دلتای P. و ما هم میدانیم که دلتای P برابر با رو جی اچ. خب این را جایگذار میکنیم. در نتیجه به جای P2 منفی P1 قرار میدیم رو ضرب در G ضرب در H و A هم که قرار میدیم. و دوباره دوستان عزیز خوب دقت کنید، میدانیم که حجم یک جسم ما مکعب شکل دیگه، حجم جسم برابر میشه با A ضرب در H. یعنی شما به جای A ضرب در H V یا حجم قرار میدین. در نتیجه دوستان عزیز فرمول ما به این شکل میشه که FB یا قوه شناوری برابر میشه با رو جی وی. خب باز هم یک نکته دیگه اینجا وجود داره، باز هم توجه کنید. رو چیه؟ رو کثافت مایع، کثافت سیال، هر سیالی میتونه باشه. وی چیه؟ وی حجم جسم دیگه. اینجا حواستون باشه حجم مایع قرار ندین، وی حجم جسم شماه. خب این شد فرمول قوه شناوری. چند تا نکته با هم دیگه دوستان عزیز بررسی کنیم. نکته خیلی مهمه. وقتی که ما یک جسم داخل یک سیال میندازیم، با توجه به کثافت این سیال چند اتفاق میفته. حالت اول، اگر کثافت جسم بیشتر از کثافت سیال بشه، یعنی روی جسم بیشتر از روی سیال بشه، در این حالت جسم شما داخل سیال فرو میره. به شکل نگاه کنید. و در این حالت دوستان عزیز mg یعنی قوه وزن جسم بیشتر از قوه شناوریه. این حالت اول. حالت دوم، در حالت دوم کثافت جسم با کثافت سیال برابره، در نتیجه جسم داخل سیال شناور میماند طبق شکل. پس در این حالت mg برابر با قوه شناوری. حالت سوم دوستان عزیز، در حالت سوم کثافت سیال بیشتر از کثافت جسم شمایه.
در نتیجه جسم شما به سطح سیال حرکت میکنه و روی سطح سیال شناور میمانه. در این حالت قوه شناوری بیشتر از قوه وزن جسمه. خب این حالت حتما توجه داشته باشید. خب یک سوال با هم دیگه حل کنیم. گفته حجم یک جسم 10 سانتی متر مکعب است. اگر این جسم را به طور کامل در آب که کثافت آن 1 گرم بر سانتی متر مکعب است داخل کنیم، چه اندازه قوه از طرف آب به سمت بالا بر جسم وارد میشه؟ خیلی مهمه. چه اندازه قوه از طرف آب به سمت بالا؟ گفتیم قوه‌ای که از طرف سیال به سمت بالا بر جسم وارد میشه چیه؟ همون قوه شناوریه. آفرین، این میشه FB. فرمول محاسبه چی بود؟ گفتیم FB یا قوه شناوری برابر میشه با رو ضرب در G ضرب در V. رو چی بود؟ کثافت مایع بود. کثافت مایع چند داده؟ 1 گرم بر سانتی متر مکعب که برابر میشه با 1000 کیلوگرم بر متر مکعب. تبدیل کردیم دیگه. G یا شتاب جاذبه برابر میشه با 10 و حجم جسم هم داده 10 سانتی متر مکعب که باید تبدیل شود به چی دوستای عزیز؟ و متر مکعب. درسته؟ خب چه رقم تبدیل مونیم؟ این پایین ما برای شما با یک رنگ دیگه ایره تبدیل مونیم. میگیم که 10 سانتی متر مکعب برابر با چند متر مکعب؟ 10 را می‌نویسیم ضرب در سانتی متر. هر یک سانتی متر 10 به توان منفی 2 متر دیگه. درسته؟ 10 به توان منفی 2 متر. یک توان سهم به خاطر مکعب داریم، پس برابر میشه با 10 ضرب در 10 به توان منفی 6 متر مکعب. درست شد؟ پس تبدیل واحد هم انجام دادیم. پس به جای V قرار میدیم 10 ضرب در 10 به توان منفی 6 متر مکعب دیگه. خب از این رابطه FB یا قوه شناوری شما برابر میشه با 1000 ضرب در 10 میشه 10 به توان 4 ضرب در 10 10 به توان 5 و ضرب در 10 به توان منفی 6 برابر میشه با 10 به توان منفی 1. در نتیجه FB شما برابر میشه با 0.1 نیوتن. این شد قوه شناوری شما. خب درس بعدی ما در رابطه با قانون ارشمیدس دوستان عزیز. خب به این قانون دقت کنید. ما یک جسم به انجام یک ترازوی فنری مطابق شکل متصل کردیم. ترازو عدد 10 نیوتن نشان میده. یعنی چی؟ یعنی وزن جسم شما چقدر؟ 10 نیوتن. پس می‌نویسیم mg ما برابر با 10 نیوتنه. ادامه ای کار. این جسمی که به این ترازوی فنری متصل شده را داخل یک سیال که اینجا سیال ما آبه وارد مونیم. همین که شما وارد این سیال میکنید یک مقدار از این سیال از ظرف بیرون میپره. درسته؟ خب این مقدار ما داخل یک ظرف دیگه، داخل از این ظرف شماره 2 ظرف شماره 2 وارد مونیم. درسته؟ خب این دیگه کار نداریم فعلا. وقتی که شما این کار انجام میدین ترازوی فنری عدد 6 نیوتن نشان میده، یعنی کمتر شد. این به خاطر چیه دوستای عزیز؟ اگه گفتین علتش به خاطر وجود قوه شناوری دیگه. درسته؟ یعنی یک قوه شناوری FB به سمت بالا به جسم شما وارد شد. در نتیجه می‌نویسیم میگیم که mg منفی FB شده چقدر؟ 6 نیوتن. mg چقدر بود؟ mg 10 نیوتن بود. در نتیجه FB یا قوه شناوری شما دوستای عزیز برابر با 4 نیوتنه. یعنی اختلاف این دو عدد. درسته؟ یعنی قبل از اینکه شما جسم وارد سیال کنید و بعد از اینکه وارد سیال کردید این عدد ترازوی فنری رو بخوانید، از هم دیگه کم کنید. اختلاف از اینا قوه شناوری رو به ما نشان میده. خب دقت کنید. قانون ارشمیدس چی میگه؟ میگه شما اگر این سیال بجا شده که داخل ظرف شماره 2 ما جمع کردیم وزن کنین، وزن از این برابر با 4 نیوتنه. یعنی چی؟ یعنی که قوه شناوری با وزن سیال بجا شده برابره. این میشه قانون ارشمیدس. درسته؟
قوه شناوری یعنی FB با وزن سیال به جا شده که داخل ظرف شماره 2 ما قرار گرفت با هم دیگه برابرن. این قانون ارشمیدسه. خب یک مثال با هم دیگه حل کنیم دوستان عزیز. گفته با توجه به شکل کثافت مایع را محاسبه کنید. حجم جسم داده 125 سانتی متر مکعب و جیرم داده 10 متر بر مربع ثانیه. خب در سمت چپ نگاه کنید، جسم ما به یک ترازوی فنری متصل کردیم. این ترازو عدد 10 نیوتن به ما نشان میده، یعنی mg برابر 10 نیوتنه. وقتی که این را وارد سیال مونیم، ترازوی فنری عدد 9 نیوتن نشان میده. گفتیم اختلاف اینها چی را نشان میداد؟ قوه شناوری. پس FB مساوی میشه با 10 منفی 9 برابر میشه با 1 نیوتن دوستان عزیز قوه شناوری. از طرف قوه شناوری فرمول محاسبه قوه شناوری چی بود دوستان عزیز؟ FB مساوی بود با رو جی وی. خب FB 1 نیوتن شد. رو یا کثافت مایع رو گفته حساب کنید. جی 10 و وی یا حجم جسم ما 125 سانتی متر مکعب که باید تبدیل شه به چی؟ به متر مکعب. تبدیل شه به شما گفتم میشه 125 ضرب در 10 به توان منفی 6. درست شد؟ از این رابطه رو یا کثافت مایع برابر میشه با 1 تقسیم بر 125 ضرب در 10 ضرب در 10 به توان منفی 6 برابر میشه با 10 به توان منفی 5. خب ادامه میدیم. رو مساوی میشه با 10 به توان 5، یعنی این رو به صورت انتقال دادیم، علامت توان عوض شد. 10 به توان 5 تقسیم بر 125. درسته دوستان عزیز که شما اگه این تقسیم انجام بدید، روی شما برابر میشه با 800 کیلوگرم بر متر مکعب. این هم جواب سوال ما. خب سوال بعدی رو با هم دیگه ببینیم دوستان عزیز. زمانی که یک جسم را در سیالی که کثافت آن 800 کیلوگرم بر متر مکعب است میاندازیم، وزن آن 4.9 نیوتن کمتر میشه. حجم جسم چند متر مکعب؟ وقتی که میگه وزن آن 4.9 نیوتن کمتر میشه، این همون چیه دوستان عزیز؟ قوه شناوریه. درسته؟ خب ادامه میدیم. میگیم که قوه شناوری برابر با رو ضرب در جی ضرب در وی. قوه شناوری چقدر؟ 4.9. رو یا کثافت چقدر؟ 800. جی هم که 10 و ما باید حجم از این رابطه حساب کنیم. در نتیجه وی یا حجم شما برابر میشه با 4.9 تقسیم بر 8 ضرب در 10 به توان 3. در نتیجه حجم شما دوست عزیز برابر میشه با 6.1، یعنی 49 تقسیم بر 8 اگه شما انجام بدین میشه 6 ضرب در 8 48 دیگه اشار هم میخوره. 6.1 ضرب در 10 به توان منفی 4 متر مکعب. یم جواب سوال ما شد. پس حجم شما شد 6.1 ضرب در 10 به توان منفی 4 متر مکعب. خب دوستان عزیز درس خلاص شد. بریم با هم دیگه سوالات کانکور مرتبط با این قسمت بررسی کنیم. سوال اول از فرم اول غزنی. قوه صعودی بالای یک جسم مساوی به وزن حجم سیال بجا شده توسط همان جسم است. توسط یکی از علمای ذیل استنباط گردیده است. قوه صعودی بالای یک جسم عزیز چی بود؟ همون قوه چی بود؟ شناوری بود دیگه، FB. آقای ارشمیدس در یادتون باشه طبق قانون ارشمیدس گفتیم که قوه صعودی بالای یک جسم یعنی قوه شناوری با وزن حجم سیال بجا شده برابری میکنه. پس گزینه دوم پاسخ صحیحه بنابر قانون ارشمیدس. سوال بعدی از فرم دوم پروان. یک جسم که دارای کتله 5 کیلوگرم می باشد در آب انداخته میشه. اگر بالای جسم قوه ارشمیدس 60 نیوتن وارد شود، جسم کدام حالت ذیل را انتخاب میکند؟ میگیم که قوه ارشمیدس یعنی FB دوستان عزیز برابر با چند؟ 60 نیوتن. قوه وزن ما
کتله جسم 5 کیلوی دیگه، 5 ضرب در جی هم که 10 بشه برابر با 50 نیوتن میشه. یعنی اف بی بیشتر از ام جی شد. در قسمت نکته ها اینا رو به شما گفتیم اگر اف بی یا قوه شناوری بیشتر از قوه وزن شد چه اتفاقی میفته؟ جسم بر روی سطح سیال ما چیکار مونه؟ شنا مونه. پس گزینه اول پاسخ صحیح این سوال. سوال بعدی، در یک شکنجه آبی اگر پیستون کوچک دارای قطر 5 سانتی متر و پیستون بزرگ قطر آن 40 سانتی متر باشد، کدام وزن را بالای پیستون کوچک باید گذاشت تا موتری که وزن آن 2.2 ضرب در 10 به توان 4 نیوتن می باشد بالای پیستون بزرگ در توازن نگه دارد؟ از فرم اول پکتیا. خب نگاه کنیم، ما اینجا یک شکنجه آبی برای شما رسم میکنیم. خب قطر پیستون کوچک به ما داده چقدر دوستان عزیز؟ 5 سانتی متر. پس دی یک ما برابر با 5 سانتی متر. پیستون بزرگ به ما داده چقدر؟ دی 2 برابر با 40 سانتی متر. خب کدام وزنه را بالای پیستون کوچک باید گذاشت؟ پس اینجا F1 از ما خواستن تا موتری که وزن آن 2 ضرب در 10 به توان 4 نیوتن. اینجا یک موتر روی پیستون بزرگ قرار داده شده. یک موتر مثلا که وزن از دوستان عزیز یعنی mg برابر با 2 ضرب در 10 به توان 4 نیوتن. این mg برابر با چیه دوستان عزیز؟ برابر با F2 دیگه. درسته؟ خب سوال ادامه میدیم. میگیم که F1 بر F2 مساوی با A1 بر A2. در نتیجه F1 بجای F2 چی میذاریم؟ mg قرار میدیم دیگه. mg مساوی میشه با بجای A1 مساحت پیستون قرار میدیم. مساحت پیستون چی بود؟ PR1 به توان 2. بجای A2 هم قرار میدیم PR2 به توان 2. در نتیجه خب ما PR از صورت خط میزنیم دوستان عزیز. در نتیجه اتفاقی که میفته F1 با یک رنگ دیگه بنویسیم، با رنگ قرمز ادامه بدیم. خب میگیم که F1 بر mg مساوی میشه با R1 بر R2 به توان 2. خب ما در درسنامه گفتم که خدمت شما عزیزا R1 بر R2 یعنی نسبت شعاعها برابر با نسبت قطر، یعنی نسبت اینا برابره. پس به جای R1 بر R2 D1 و D2 قرار میدیم. در نتیجه F1 mg ما چقدر؟ 2 ضرب در 10 به توان 4 مساوی میشه با به جای R1 بر R2 D1 و D2 قرار میدیم. D1 ما چقدر؟ 5. D2 ما چقدر دوستان عزیز؟ 40. این به توان 2. در نتیجه F1 دوستان عزیز برابر میشه با 312.5 نیوتن. خب گزینه اول پاسخ صحیح این سوال ما شد. اینجا ما خط بکشیم که شما قاطی نکنید. خب سوال بعدی از فرم میدان وردک. هرگاه یک قسمت از جسم و یا کاملا جسم در یک سیال غرق گردد، در این حالت یک قوه مقابل آن عمل می کند که در نتیجه وزن جسم مذکور کم می گردد. این قوه به چه نامی یاد میشه؟ از فرم میدان وردک سوال مطرح شده. خب دوستان عزیز کدام گزینه پاسخ صحیح این سوال بود؟ آفرین، گزینه اول قانون ارشمیدس بود دیگه. خب سوال بعدی از فرم فاریاب. مساحت یک پیستون شکنجه آبی 2 سانتی متر مربع است و قوه 10 نیوتن بالای آن وارد می گردد. در حالت تعادل بالای چقدر مساحت قوه 30 نیوتن عمل می کند؟ خب یک شکنجه آبی رسم می کنیم برای شما. این شکنجه آبیه. خب مساحت پیستون کوچک به ما داده دوستان عزیز چقدر؟ 2 سانتی متر. A1 2 سانتی متر مربع. قوه F1 برابر با 10 نیوتن اینجا چی وارد میشه؟
مساحت پستون بزرگتر از ما خواسته، A2 رو از ما خواسته و F2 اینجا دوستان عزیز برابر با چقدر 30 نیوتن. خب فرمول چی بود؟ میگفتیم که F1 بر F2 مساوی بود با A1 بر A2. در نتیجه F1 چیه؟ 10 نیوتنه دیگه، 10 نیوتن تقسیم بر F2 30 نیوتنه. A1 به ما داده 2 و A2 رو از ما خواسته. در نتیجه A2 برابر میشه با 30 ضرب در 2 تقسیم بر 10 مساوی میشه با 6 سانتی متر مربع. 30 ضرب در 2 60 تقسیم بر 10 برابر با 6 میشه. پس گزینه اول پاسخ صحیح این سوال ما بود. خب دوستان عزیز درس خلاص شد. ما یک خلاصه از فصل خدمت شما عزیزان عرض کنیم که ما در این فصل چی مواردی را یاد گرفتیم. اول سیال تعریف کردیم، گفتیم هر ماده‌ای که نتونه شکل خود حفظ کنه به این میگن سیال. مثل چی؟ مثل مایع و گاز. درسته؟ بعد از اون کثافت تعریف کردیم، گفتیم نسبت کتله یک جسم به حجم جسم میشه کثافت. واحد اندازه‌گیری کثافت چی بود؟ کیلوگرم بر متر مکعب. بعد فشار تعریف کردیم، گفتیم قوه‌ای که به طور عمود بر یک سطح وارد میشه چی میشه؟ فشاره. واحد اندازه‌گیری فشار چی بود؟ پاسکال. فشار حاصل از مایع را تعریف کردیم. درست عزیز؟ گفتیم که فرمول محاسبه رو ضرب در جی ضرب در اچ بود. رو کثافت مایع بود، جی شتاب جاذبه و اچ هم ارتفاع از سطح آزاد مایع. روی اچ من خیلی تاکید میکنم که اشتباه نکنید در مسائل. بعد از فشار مطلق تعریف کردیم یا فشار کل. گفتیم که اگر یک مایع داخل ظرف باشه و سطح این ظرف باز بشه، درسته؟ یعنی درپشت نداشته باشه دیگه، یک جریان هوا، جریان اتمسفر روی این مایع وجود داره و باعث ایجاد فشار میشه. درسته؟ پس فشار مطلق یا فشار کل برابر میشه با P0 فشار اتمسفر جمع رو جی اچ که رو جی اچ هم فشار مایع بود. بعد از اون قانون پاسکال گفتیم اگر برای یک مایع فشار وارد شود، این مایع این فشار رو به تمام نقاط ظرف منتقل مونه. درسته؟ شکنجه آبی رو گفتیم دوستان عزیز که بر اساس دو اصل کار میکرد، یک اصل تراکم ناپذیری مایع و یکی هم اصل پاسکال. فرمول چی بود؟ گفتیم F1 بر F2 مساوی میشه با A1 تقسیم بر A2. F1 قوه وارد بر پستون کوچک، F2 قوه وارد بر پستون بزرگ. A1 مساحت پستون کوچک و A2 هم مساحت پستون بزرگ بود. در رابطه با قوه شناوری صحبت کردیم، گفتیم که به جسم‌های داخل یک سیال یک قوه به سمت بالا وارد میشه و این میگن قوه شناوری. فرمول محاسبه چی بود؟ FB مساوی بود با رو وی جی. رو چی بود؟ کثافت مایع و وی هم حجم جسم بود. این هم باز ما تاکید میکنیم که اشتباه نکنید. رو میشه کثافت مایع و وی هم میشه حجم جسم شما. خب دوستان عزیز به پایان این فصل رسیدیم با آرزوی موفقیت برای همه شما متعلمین عزیز. تا یک فصل دیگه شما را به الله پاک میسپارم.